سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. زمانی بود که برای نصب ویندوز بایستی از DVD استفاده می کردیم و این کار دردسرهای خاص خودش رو هم داشت. سرعت پایین نصب، دردسرهای خش روی DVD و مشکلات درایورهای DVD. اما حالا با ورود فلش مموری ها و دسترسی به ظرفیت های بالا و در کنار اون سرعت زیاد این حافظه ها میشه از دردسرهای نصب ویندوز با DVD هم خلاص بشیم. در این ویدئو ایجاد یک فلش بوتیبل برای نصب ویندوز رو به شما آموزش خواهیم داد و نرم افزاری که ازش برای این کار استفاده میکنیم برنامه روفوسه. پس لطفاً تا آخر این ویدئو هم همراه ما باشید. آخرین ورژن این برنامه رو میتونید از سایت اصلی یعنی rufus.ie دانلود کنید تا به جدیدترین امکانات این برنامه دسترسی داشته باشید. البته شما میتونید از سایت های وطنی مثل سافت 98 هم استفاده بکنید. دو نکته مهم که قبل از اجرای برنامه باید به یاد داشته باشید اینه که اولا حتما فلش مموری با حافظه بیشتر از 8 گیگ رو برای نصب ویندوز استفاده کنید و این مسئله رو هم به یاد داشته باشید که این فلش مموری در روند بوتیبل شدن ابتدا به صورت کامل فرمت میشه و کلیه اطلاعات پاک میشن. پس اگر فایل های مهم روی این فلش دارید اول ازش کپی و بکاپ تهیه کنید. مورد دوم هم این که شما باید به فراخور نیازتون فایل ایمیج ویندوز مورد نظر رو قبل از شروع از سایت مایکروسافت و یا سایت مورد اطمینان وطنی دانلود کرده و روی سیستم ذخیره کنید. این برنامه نیاز به نصب نداشته و کافیه بعد از دانلود فقط روش دوبار کلیک کنید تا اجرا بشه. با اجرای برنامه و در قسمت پایین چند آیکون وجود داره و هر کدوم کار خاصی در تنظیمات به عهده دارند. به وسیله اولین آیکون که به شکل کره زمینه شما میتونید زبان محیط برنامه رو تغییر بدید. حتی زبان فارسی هم جدیداً ساپورت میشه و میتونید برای راحتی خودتون محیط برنامه رو به صورت کامل به فارسی تبدیل کنید. این برنامه به صورت مشخص به 3 بخش تقسیم شده: مشخصات درایو، گزینه‌ها و تنظیمات و وضعیت. در اولین گزینه مشخصات درایو کلیه فلش مموری هایی که به سیستم متصل هستند نمایش داده میشن و شما در صورت نیاز میتونید با انتخاب گزینه نمایش هارد دیسک های اکسترنال در قسمت تنظیمات پیشرفته درایو از هارد دیسک های اکسترنال هم برای ساخت بوتیبل ویندوز استفاده کنید. بعد از انتخاب فلش مموری و یا هارد دیسک اکسترنال مورد نظر باید نوع راه اندازی رو انتخاب کنید. با باز کردن کمبو با گزینه های مختلفی جهت کار در سیستم عامل های متفاوت مواجه خواهیم شد و ما در این قسمت گزینه دیسک یا ایمیج رو انتخاب می کنیم تا از روی دیسک یا فایل ایمیج مورد نظر بوتیبل ویندوز ما ساخته بشه. در مرحله بعدی بایستی با کلیک روی دکمه سلکت یا انتخاب فایل ایمیجی رو که قبلا دانلود کردیم رو از مسیر ذخیره شده انتخاب کنیم. بعد از انتخاب فایل ایمیج در قسمت تنظیمات ایمیج یا ایمیج آپشن حالت نصب ویندوز رو مشخص میکنیم و در اینجا 2 حالت نصب ویندوز به روش استاندارد و ویندوز تو گو رو داریم. گزینه اول همانطور که از اسمش پیداست برای ایجاد یک بوتیبل جهت نصب استاندارد ویندوزه و با انتخاب اون یک فلش بوتیبل برای نصب ویندوز در حالت رایج و استاندارد در اختیار خواهیم داشت.
گزینه دوم یا ویندوز توگو متفاوته و در این حالت یک ویندوز لایو و یا قابل حمل در حافظه انتخابی ما نصب میشه و با استفاده از اون به یک ویندوز آماده استفاده و قابل حمل دسترسی خواهیم داشت. این نسخه در حالت‌هایی که ویندوز سیستم از بین رفته و در اصطلاح رایج بوت نمیشه کارهای زیادی داره و میشه ازش برای دسترسی و کپی فایل‌های مورد نیاز از روی هارد استفاده کرد. در گزینه بعدی نوع پارتیشن بندی فلش مشخص میشه و بایستی در انتخاب اون نسبت به نوع سیستم مقصد دقت کنیم. حالت MBR برای سیستم های قدیمی تر کاربرد داره و برای سیستم های با مادربرد جدید از حالت GPT استفاده میکنیم. با انتخاب هر کدوم از حالت ها برنامه سیستم مورد نظر برای اون حالت رو انتخاب میکنه. در این آموزش از گزینه MBR استفاده شده و دلیل اون هم قدیمی بودن سیستم مقصد جهت ویندوزه. اگر حالت MBR رو انتخاب کردید بهتره تیک گزینه بهسازی و اصلاح تنظیمات رو هم علامت بزنید. در قسمت گزینه ها و تنظیمات در بخش اول یک اسم دلخواه برای فلش انتخاب میکنیم. من برای راحتی و خوانایی بیشتر از ورژن و بیلد ویندوز مورد نظر استفاده کردم، ولی شما در انتخاب هر اسمی آزادید. گزینه بعدی یا سیستم فایل بهتره روی NTFS باشه و تنظیمات دیفالت رو هم عوض نکنید. در این بخش تنظیمات اضافی و پیشرفته تری رو هم در اختیار دارید و میتونید ازشون به دلخواه استفاده کنید، ولی معمولا بهترین انتخاب ها همون گزینه های دیفالت برنامه هستند. بعد از کنترل نهایی دکمه شروع رو کلیک میکنیم تا فرایند ساخت فلش بوتیبل آغاز بشه. با توجه به ورژن برنامه گزینه هایی برای کاستومایز کردن ویندوز مثل ایجاد اکانت با اسم انتخابی و ست کردن ریجن ویندوز با ویندوز فعلی و غیره رو در اختیارتون قرار میده. ولی اگر قصد استفاده از این فلش در سیستم های دیگر رو دارید از این گزینه ها استفاده نکنید. برنامه قبل از شروع کار یک اخطار برای پاک شدن کلی اطلاعات روی فلش رو نمایش میده و از شما تایید میخواد. بعد از تایید فرایند ساخت فلش بوتیبل شروع میشه و برنامه ابتدا فلش رو فرمت کرده و سپس از روی فایل ایمیج فایل های مورد نیاز رو روی فلش کپی میکنه. در طی فرایند ساخت نباید فلش رو از سیستم جدا کنید، چرا که با ناقص شدن فرایند ممکنه مجبور بشید به صورت دستی فلش رو فرمت کنید تا بشه دوباره ازش استفاده کرد. بعد از اتمام کار برنامه با پیغام ردی آماده شدن فلش رو اعلام میکنه. با انتخاب فلش همونطور که مشاهده میکنید کلیه فایل های مورد نیاز برای بوتیبل بودن و نصب ویندوز روی فلش کپی شدن و اصلا نباید فایل های موجود رو حذف و دستکاری کنید. شما میتونید برای راحتی جهت استفاده از باقی مانده حجم فلشتون یک فولدر با نام انتخابی ایجاد کنید و کلیه فایل های مورد نیازتون رو در اونجا قرار بدید. ممنون که در این ویدیو هم همراه ما بودید. اگر سوال و مشکلی در هر یک از مراحل داشتید در کامنت ها اعلام کنید تا جواب بدم و اگر آموزش دیگه هم در نظر دارید لطفاً پیشنهاد بدید تا ویدیوش ساخته بشه. لطفاً اگر از مطالب ارائه شده راضی بودید با لایک و سابسکرایب کانال رو حمایت کنید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.